معرفی بسته نوی کمک‌های بشردوستانه عربستان سعودی برای خانواده‌های کمبیزاد در تاجیکستان. با گفته نمایندگان مرکز امداد شاه سلمان 35,000 کس از این کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد. این یاری‌ها در ماه رمضان که ماه مرد فرا می‌رسد تقدیم خواهند شد. التي تحرص بلادي أن يكون لجمهورية طاجكستان الشقيقة الأولوية في تقديمها. نحن الآن نتواجد لتوقيع امسال عددی سبدهای عضوقواری 7120 عدد هستند. هر سبد برای یک عائله پیشکش می شود. مبلغ عمومی کمک ها $400,000 را در بر می گیرد. هر سبد تقریبا 70 کیلوگرم را در بر می گیرد و در عموم 490 تن را فرا می گیرد. همه اینها موادهای عضوقواری اساسی می باشند. تزن 69.5 کیلوگرم. اما موضوع بحث در نشست شیوه تقسیم کمک ها بود. خبرنگاران رسانه‌های دولتی و مستقل سوال کردند که عائله‌های نیازمند چگونه انتخاب می‌شوند و محصولات از کجا دسترس می‌گردد. نمایندگان سفارت گفتند که این یاری‌ها توسط جمعیت هلال احمر تاجیکستان با عائله‌های کمبیزاد رسانیده می‌شوند. مکانیزم همین خیلی ترتیب داده شده است که بعد از بستن اعتمادنامه‌ای که به امضا می‌رسد بین ما و سفارت شایگری عربستان سعودی فوند خیریه، در اساس همون مکانیزم همین خیلی است که جمعیت هلال احمر تاجیکستان با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت میکند برای تقسیمات همین کمک و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور میشود مقامات داخلدار حکومت‌های نوعیه و نوعیه و اینها روی خطا را پیشنهاد میکنند با ما و با همین شهر نوعیه تقسیم میشود. مکانیزم هم خیلی ترتیب میشود. پیگیری میشود وقتی که همین چیزا تقسیم کرده میشود. حتما پیگیری میشود و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نظارت تمامی حکومت‌ها را وابسته میکند. از آن جمله مقامات داخلداری که از ارگان هستند، از پروکراتور سر کرده تا اگنتی مبارزه و امنیت، همه همینو در جریان هستند اویدی همین تقسیمات. اما این پاسخ خبرنگاران را پورا قانع نکرد. یک خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان ناراضگی کرد که صفت محصولاتی که سال گذشته با عائله‌های کمبیزاد داده شد موافق با استانداردها نبود. نماینده سفارت عربستان سعودی چنین پاسخ داد. نريد أن هذه السلة تطلع أو تقدم هدية من المملكة العربية السعودية مثلا في خادم الحرمين الشريفين من خلال مركز مکانیزم چنین است که عربستان سعودی مبلغ را جدا می‌کند. شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب می‌کنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد می‌کنند. هلال احمر محصولات را قبول می‌کند و میان قشر نیازمند تقسیم می‌نماید. والتعبئة أيضا تكون جيدة ونؤكد أيضا مجددا للمورد من خلالها الأحمر أن تكون التعبئة طبق آمار رسمی تقریباً 2 میلیون نفر یا 21% اهالی تاجیکستان در زمره نیازمندان قرار دارند. دولت به این عائله‌ها سالانه تقریباً 800 سومانی معادل $73 کمک می‌رساند. سازمان‌های دیگر خیریوی نیز به خانواده‌های کمبیزاد در تاجیکستان یاری می‌دهند. با وجود این طرز تقسیمات کمک‌های بشردوستانه بخصوص در دوره پاندمی کووید 19 بحث برانگیز بوده است.